الدرس الرابع. درس چهارم. السوق، مارکت یا بازار. در مارکت یا بازار که میرین چی آف میشه؟ لحوم، لحم گوشت میگن، لحوم گوشت ها. سمک، سمک چی رو میگن؟ ماهی. دجاج، مرغ. دجاج ماکیانه میگن، گوشت مرغ. جزار، جزار چی رو میگن؟ قصاب. خبز، نان. بيض چی رو میگن؟ تخم. حلیب، حلیب شیر. جبن پنیر. برتقال مالتا. تفاح سیب. موز کیله. جزر زردک. خیار بادرنگ. طماطم چی رو میگه؟ بادنجان رومی. بطاطس کچالو. بصل پیاز. ارز برنج. ذره جواری. حذاء بوت. فستان چی رو میگن؟ فستان پیراهن خانم ها. نقد پول میگن، نقود پول ها. سوق مارکت. جزار قصاب، تلفظ درست بکنین. جزار فی السوق، قصاب در مارکت است. لحوم، دجاج، سمک. حالا سه چیز است در بین از عطف باید حرف عطف بیارین. چی میگن؟ میگن که لحوم و دجاج و سمک. لحوم و دجاج و سمک. اینجا با حرف عطف میتونی که ارسیشه با هم یک جا کنید. حلیب شیر. جبن پنیر. بيض تخم. در بینشان واو میاریم عطف میکنیم بگیم حلیب و جبن و بيض. شیر و پنیر و تخم است. خیار، بصل، طماطم. چه قسم جمله جور میکنیم؟ خيار و بصل و طماطم. جزر بطاطس. جزر و بطاطس. کوشش کنین که در آخر کلمه وقتی که جمله استارت میشین تو نگوین جزر و بطاطسون، غلط است. وقتی که استارت شدی باید بگی بطاطس. جزر و بطاطس. برتقال، تفاح، موز. چه قسم جمله جور میکنیم؟ برتقال و تفاح و موز. خبز، ارز، بطاطس. چه قسم کل شی یک جای میکنیم؟ میگیم خبز و ارز و بطاطس. یک جمله شد با واو عاطفه. ما شما مثلا داریم میگیم نان و برنج و کچالو. حذاء فستان نقود. جمله چه قسم میشه؟ حذاء و فستان و نقود. این هر سه یک جای شد. خب حالا اشاره میکنیم به یک چیزی. وقتی اشاره میکنیم با دست خود با کدام کلمه اشاره میکنیم؟ میگیم هذا خبز. این نان است. سمکن. وقتی که مایی بود چی میگیم؟ هذا سمک. هذا بالا بود خبز. هذا خبز. سمک مایی که آمد چی میگیم؟ هذا سمک. این مایی است. موز کیله. هذا موز. این چی است؟ این کیله هست. التدریب الاول. تمرین اول این کلمات یاد گرفتیم کدام کلمات؟ سوق بازار، لحوم جمع لحم گوشت، سمک ماهی، دجاج مرغ، جزار قصاب، خبز گوشت، حلیب شیر، جبن پنیر، بيض تخم، برتقال مالتا، تفاح سیب، موز کیله، جزر زردک، خیار بادرنگ، طماطم بادنجان رومی، بطاطس کچالو، بصل پیاز. فی در مثلا میگیم که فلانی چیز در فلانی چیز است. مثلا میگیم که بصلون فی صندوق، پیاز در صندوق است. فی استعمال میشه. در. ارز، کلمه ارز یاد گرفتین که برنج بود. حذاء کلمه بوت یاد گرفتین. هذا کلمه هذا را یاد گرفتین که اشاره است. مثلا میگه هذا کتاب، هذا قلم، هذا فستان، این پیران است. هذا نقود. اینی قسم هذا را یاد گرفتین. فستان هم یاد گرفتین که پیران خانم ها. نقود هم نقد پول میگن، نقود جمعش. و ذره را هم یاد گرفتین که جواری بودی. کلمات جدیدی بود که شما یاد گرفتین
التدریب الثانی قرص موز خبز. این چی است؟ خبز است. مثلا میگه بطاطس، طماطم یا برتقال. شما میگید طماطم است به خاطر از اینکه بادنجان رومی است. سوق، فستان، سمک. چی کدامش میاری؟ میگه که سوق. آیا سوق مارکت است یا پیران است یا مایه است؟ اون تصویر سوق. جزرون، جزارون، حذا. طبعا تصویر حذا هست. حذا. بصل، جبن، بيض. اینجا تصویر چی است؟ تصویر تخم است. پس ما میگیم بيض. دجاج، تفاح، خيار. دجاج تصویر مرغ. التدريب الثالث تمرین سومی موز، موز، برتقال، تفاح. اینجا سه کلمه را آوردن، کدامش درست است؟ اگر شما باید با تیر در مقابلش خط بکشید. مثلا میگیم موزون، پس اینجا بالا که است تصویر بالا موز نیست، پایینیش موز است. اینجا خط بکشین ببینید که موز. برتقال، برتقال کدام تصویر است؟ برش خط بکشین. کدام یکی است؟ برتقال. اینجا باید شما خط بکشین. مالته. تفاح، تفاح را خط چی رو برش بکشین؟ سیب. پس اینجا سه کلمه است، باید توسط خط رو شما شاگردا جور کنین. اینا لحوم، سمک، دجاج. لحوم اون تصویر دومی است، پایین اولی دومی به این خط بکشین. سمک تصویر سومی. دجاج اون تصویر بالایی. به این شکل بطاطس، طماطم، بصل. بطاطس خط کش کنین. آفرین، این اینجا خط کش میکنین. بطاطس، بطاطس، طماطم، بصل. خط کش کنین کدامش بطاطس و کدامش طماطم است و کدامش بصل پیاز است. بیضون، جبنون، خبزون. خط کش کنین. بیضون در وسطش، جبنون اونم بالا و پایین این چیز و بالا اولی چی است؟ خبز. خط کش کنین. التدریب الرابع استعمال جیم از در اول کلمه، در وسط کلمه، در آخر کلمه. جزارون، دجاجون، جزرون، جبن. همزه چه قسم استعمال میشه در اول کلمه؟ اخضر، اصفر، احمر، ارز. لام، لبن، لحوم، بصل، برتقال. قلم، حامل، شمال، حافله. میم، موز، سمك، طماطم، قلم. این کلش آسان است که یعنی مثلا در اول کلمه آخر. لحوم، مدرس، مکتب، مقعد. التدریب الخامس تمرین پنجم فرق بین ت و طا مرقق و مفخم. ت از جمله حروف مرقق است که نرم خوانده میشه. ت ب ت این قسم نرم می باشه. اما طا و توی زوی که سی حرفای پر خوانده میشه. طا مثلا میگی ت ب توبه نمود. طابه پاک شد. طابه طاب. مثلا میگی تین طین تین مثلا و تینی و زیتون. تین چی رو میگن؟ انجیر رو میگن. طین طا طین خاک گل. فتنه چی رو میگن؟ امتحان. فطنه زیرکی رو میگن. فطنه زیرکی. اماته زنده نمود. اماطه اینجا با طا هست. اماطه معنای اماطه چی است؟ یعنی میران. اماطه دور نمود. اماطه الاذى عن الطريق. اماطه طا با طای که دور کردن یک چیز را. قنوت عاجزی. دعای قنوت که میگیم دعای عاجزی و دعای پرهیزگاری. اما قنوت لا تقنطوا. قنوت معنی ناامیدی. تلاوت کردن. تلاوه. فتره و فطاره با طا از افطار گرفته شده اما بعد فتره در دیکشنری دیده شده. التدریب السادس مثلا کله هست چه قسم را اشاره میکنن؟ بگین هذا موز. این چی است؟ این کله است. بربود چه قسم؟ حذا. میگیم هذا حذا. هذا تفاح. هذا جزار. هذا بيض. هذا خبز. هذا برتقال. التدريب السابع الكتاب في الحقيبة. کتاب در چی است؟ در بکس است. یعنی فی را یاد بگیرین.
الکتاب کتاب، مثلا میگن کتاب در بکس است. در چه قسم استعمال میگن در زبان عربی؟ میگن فی. الکتاب فی الحقیبه، کتاب در بکس است. الطباشیر فی الصندوق، طباشیر در کجاست؟ میگن طباشیر فی الصندوق، طباشیر در قوطی است. البید فی الصندوق، تخم در قوطی هست. القلم فی الحقیبه، قلم در کجاست؟ در بکس است. التدريب الثامن بيض، بطاقة، برتقالة. بيض تخم، بطاقة كارت، برتقالة مالتا. پس باب فتحه، باب کسره و باب ضمه. ما شما فتحه کسره ضمه، با فتحه زبر، کسره زیر، ضمه پیش. پس بيض، بطاقة، برتقالة. التدريب التاسع، تمرين نهم. حقيبة، لحوم، لحم گوشت. تفاح، درست تلفظ کنید. خوب غزلقتان. حا و استعمال حی در اول کلمه، در وسط کلمه، در آخر کلمه. این شکل نوشتاریش است. مثلا حا را در اول چه قسم نوشته میکنی، در وسط چه قسم نوشته میکنی و در آخر چه قسم نوشته میکنی. التدریب العاشر، شکل نوشته کردن نون مثل ری و نوشته میشه، باز کمک کش میشه. نون، را، این شکل نوشته کردنش است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.